21 دکبر سال 2020 با اشتراک معاون یکم سروزیر مملکت دولتعلی سعید و رئیس ولایت سوق رجب‌بوی احمدزاده در وضعیت تنتنوی زیرایستگاه برقی در جماعت دهاتی حیدر عثمانی نویی باباجان غفورов مورد بهره‌برداری قرار گرفت. طور اطلاع داده شد زیرایستگاه برقی 110 به 6 کیلوولت با مقصد پس نمودن شدت نیروی برق و بهتر نمودن سطح انتقال نیروی برق به اهالی بنیاد کرده شده است. یعنی با مورد بهره‌برداری قرار گرفتن زیرایستگاه مذکور بیش از 50,000 نفر اهالی دهه‌های اونجی، شیخ برهان، رومان و کلانگیر با برق خوش‌صفت تامین گردیدند. مورد و ذکر است که محض با کوشش و زحمت‌های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کشوری از زمان به یکی از هدف‌های عالی یعنی به استقلالیت انرژتیکی نویل گردیده شده است که از این ساکنان خیلی خوشحال می‌باشند. امروز خرسندی است که زیرایستگاه با استفاده داده شد محض با غمخواری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی تامینات نیروی برق بسیار نقش شد. از ساکنان التماس می‌نمایم که صرفه‌کارانه نیروی برق استفاده برند. طور اطلاع داده شد در زیرایستگاه مذکور یک عدد ترانسفورماتوری تواناییش 15000 کیلووات آمپر نصب گردیده خطهای برقی 6 کیلوولت 3 عدد هر یک به مسافه 1.5 کیلومتر کشیده شده است. قبل از بنیاد زیرایستگاه مذکور سیربری برق از حساب ساکنان جماعت‌های دهاتی حیدر عثمانov وجود داشت. همکنون ساکنان با برق خوش‌صفت و دارای شدتش بلند تامین شدند. از این زیرایستگاه برقی 3 عدد خط انتقال برقی 6 کیلوولت برای جماعت‌های حیدر عثمان و اونجی خدمت رسانی می‌کنند. در دایره همین کارها زیاد از 3 کیلومتر خط انتقال برقی 6 کیلوولت نو از زیرایستگاه برقی نو کشیده شد. امروز تامینات نیروی برق در ناحیه باباجان غفورov با پورگی با همه جا با برق تامین می‌باشد. گروه‌های کاری برای کم نمودن استفاده برق همه روزه در جماعت‌های ناحیه باباجان غفور کاربری کرده ایستادند. از شهروندان احتراما خواهش می‌کنم که برق را سمناک و عاقلانه استفاده برند. اثنای سخنرانی خود رئیس ولایت سوق رجب‌بوی احمدزاده از غمخوری‌های همه‌روزه سرور دولت محترم امامعلی رحمان یادآور شده تاکید نمود که واقعا از اول سال‌های صاحب استقلالی تامین اهالی با نیروی برق از جهت اکولوژی تازه یک از مقصدهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رفت. پیش از همه در نتیجه توجه خاصه و دستگیری‌های بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان نیروگاه‌های برق آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2، مرکز دومی برق و گرمایدهی شهر دوشنبه، 2 اگریگات نیروگاه برق آبی روغون و 10 نیروگاه‌های خرد برق آبی ساخته به استفاده سپرده شدند. حالا در اساس نقشه‌های تصدیق گردیده تجدید و نوسازی نیروگاه‌های برق آبی نورک، قیراقم و سربند عملی شده ایستاده است. همه این امکانات فراهم آورد که در کشور از 14 ینوری سال 2017 محدودیت انتقال برق پرره برداشته شود. مسلم است که تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ آب میباشد که میتواند در سمت استحصال نیروی برق از آن فراوان استفاده نماید. این زمان ذخیره‌های آب منبع اساسی استحصال انرژی به شمار رفته 95% برق در تاجیکستان توسط نیروگاه‌های برق آبی استحصال کرده می‌شود. زیاده از 60% ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکل می‌یابند. بنا به معلومات موجوده در همه دریاهای مملکت زیاده از 355 عدد نیروگاه‌های برق آبی موجودند که مثال عیان ظرفیت‌های بزرگ انرژی تولید شونده در تاجیکستان می‌باشند. از این لحاظ تاجیکستان در برنامه سازمان ملل متحد اوید به انرژی استوار برای همه همچون دولت پیلوتی پذیرفته شده است. از روی اقتدار هیدروانرژتیکی تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ انرژی در حجم سالانه 527 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق بوده با این ظرفیت در جهان جای یکم را اشغال می‌نماید. طوری که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بارها ذکر نمودند بنیاد نیروگاه‌ها و خطهای انتقال برق و تامین رشد استوار و بالا بردن سطح زندگی نه فقط مردم تاجیکستان بلکه تمام منطقه خواهد شد. دوام 29 سال صاحب استقلالی در ساحه الکتروانرژتیک جمهوری 25 لایحه‌های سرمایه‌گذاری با جلب زیاده از 2.4 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تطبیق گردیده برای ساحه دستاوردهای مثبت به بار آوردند. رئیس ولایت سوق رجب‌بوی احمدزاده از تمام ساکنان دعوت به عمل آورد که هر یک کیلووات نیروی برق را ثمرناک و عاقلانه استفاده نمایند.